ببینید هموطنای گرامی، اول برای شما ثابت میکنم، میریم برای خود کردید ارسال میکنم و بعدش کامل که برایتان ثابت شد برایتان آموزش میدم که چطور کردید رایگان دریافت کنید. ببینید هموطنای گرامی، شماره ما هم امتحان است. ببینید در شماره ما اصلا یک افغانی هم نیست، 0.37 افغانی هست. حالا میبینید در حساب برنامه ما 35 افغانی هست و یه هم همون شماره امتحان ما است. حالا میبینید ما 35 افغانی رو چطور ارسال میکنم. در اینجا هم برایتان به فارسی ترجمه میکنم. خب ببینید در حال ارسال است دوستای عزیز. حالا خلاص میبینید دوستا برنامه پیام داده که برایتان کردید آمده. حالا میبینید در سیم کارت ما هم پیام آمد، پیام امتحان. میبینید که در حساب شما 35 افغانی کردید آمده به همین شماره امتحان ما. حالا میبینید حساب ما خالی شده. حالا میرم دوباره همون حساب خود چک میکنم و ساعت موبایل ما را هم حتما اولم نگاه کنید، دومم. حالا میبینید در حساب ما کردید اضافه شده. سلام هموطنای گرامی، امید است که جور و سر حال صحتمند باشید. طبقی که در اول ویدیو دیدید برایتان مطمئنم ثابت شده که دریافت کردید رایگان کاملا واقعی است و ما میتوانیم از برنامه کردید رایگان دریافت کنیم. همون دقیقه همون ثانیه به اکانت شما کردید ارسال میشه. خب دوستا و هموطنان گرامی، اگر تازه با کانال افغان تیوی سرویس آمدید، کانال ما را حتما سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک کنید و برایتان در این ویدیو آموزشی دریافت کردید رایگان را یاد میدم و میرم طرف آموزش تا برایتان آموزش بدم چطور کردید رایگان دریافت کنید. هموطنان گرامی، نام برنامه رینگاپ است که لینک برنامه در دیسکریپشن همین ویدیو و در قسمت کامنت اول هم میگذارم. وقتی وارد این برنامه شده دوستان عزیز، این تیک را فعال کنید، روی استارت کلیک کنید. حالا در قسمت ساین اپ بزنید. در این قسمت این دو تا تیک را فعال کنید، روی نکست کلیک کنید. حالا در این قسمت دوستان شماره موبایل را که میخواید از طریق آن در برنامه اکانت بسازید وارد کنید و روی رجیستر کلیک کنید. در اینجا دوستان عزیز در انگلیسی برایتان گفتم منتظر باشید، ما برایتان یک تماس میگیریم. از طریق تماس به طور خودکار اکانت شما را تایید میکنیم و لازم نیست تماس را هم جواب بدید دوستان عزیز. هموطنان گرامی، طبقی که دیدید اکانت ما به طور خودکار تایید شد. در اینجا یک نام برایتان انتخاب کنید و پروفایل هم اختیاری است که عکس انتخاب میکنید یا نمیکنید، مربوط من نمیشه. در این قسمت هموطنان گرامی همین رفرال کد ما را در اینجا وارد کنید و روی همین آپشن پایین بزنید. در این قسمت هموطنان گرامی در قسمت پایین در قسمت پرمیشن بیایید. در اینجا همه مجوزها را همهشان را فعال کنید، باید همهشان تیک سبز بگیرن. هموطنان گرامی، در این ویدیو برایتان آموزش ثبت نام در برنامه کردید رایگان را یاد دادم و در آموزش بعدی برایتان یاد میدم که چطور کردید رایگان جمع کنید و آن را در موبایلتان ارسال کنید. کانال افغان تیوی سرویس را حتما سابسکرایب کنید و لینک ویدیوی بعدی در زیر همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن میمانم. اگر از اونجا لینک کار نکرد و برید در کامنت اول لینک را دریافت کنید و آموزش جمع کردن کردید رایگان را یاد بگیرید و کانال را حتما سابسکرایب کنید و از یادتان نره و نظرتان در کامنت و این ویدیو را حتما لایک کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتان.